صدها هزار مهاجر افغان که از ترس بازداشت و آزار و اذیت پلیس پاکستان ترک این کشور کردند، در مرز با افغانستان در این خیمه ها زندگی دارند. برخی از خانواده ها شب را در هوای باز روز می کنند و شرایط سنگین دارند. هر چه زودتر ما را از اینجا بیرون برند. 6-7 روز باز ما شب را همینجا روز کردیم. مشکلاتمون خیلی زیاد است. ما تشنم نداریم. ما به وطن برگشتیم تا خودمون را راحت حس کنیم، اما اینجا حالمون بدتر است. زندگی برای زنان و کودکان دشوارتر است. نعمت 17 ساله که در پنجاب زندگی میکرد میگوید پلیس پاکستان او و خانواده‌اش را از خانه اشان راند. پلیس به خانه امان آمد. عمکم را بازداشت کردند. ما ترسیدیم. پدرم گفت ما همه باید برویم وگرنه بازداشت میشویم. شب اول رو در بیرون روز کردیم. حالا در خیمه زندگی داریم. پاکستان به 1,700,000 مهاجر بی سندی افغان تا 1 نوامبر مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. پلیس خانه به خانه گشته مهاجران را رانده است. پلیس ها چاپه میزد، در خانه می آمد، مردم اذیت میکرد، سر سیاسرها سر بچه ها می بردن، پیسه می گرفتن. این مشکلات های ما زیاد شد. باز بسیار دیگه پتنگ شدیم، خستیم آمدیم ملک خود ماست. مقامات طالبان میگویند به مهاجران بازگشته که در خیمه ها زندگی دارند کمک رسانیده می شود. وزارت مهاجرت آنها را با خوراک تامین می کند. ما اینجا پزشک و ماشین های یاری تجلی داریم. وزارت های گوناگون به آنها کمک می رسانند. وزارت دفاع خواهشمندان را با ماشین به ولایت آنها برده می رساند. ساکنان محلی و بنیادهای خیریه هم زیاد کمک کرده ایستادند. با اطلاع طالبان تاکنون بیش از 200,000 تن از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. بازگشت مهاجران ادامه دارد. آنهایی که تازه به اینجا رسیدند از نبود عادی ترین شرایط شکایت میکنند. میاد ششتن خب بالکل گذاره میکنیم، نمیشیم دست پا چیز شانه بس میخوردن هم یک کم تو میرسه، بس گذاره میکنیم دیگه که تا زمین دیگه خوردن بسیار کم از دیگه شش تا شوی خب بالکل نیست. مقامات طالبان میگویند مهاجران برگشته را در گذرگاه مرزی تورخم ثبت نام کرده بعدا به ولایت‌هایشان انتقال میدهند. اما برای آنهایی که در افغانستان خانه و جای ندارند این خیمه های اقامتگاهی دراز مدت خواهد شد.